زمانهای حضرت موسی بود. حضرت موسی علیه السلام، حالا ما در برابر یک کس به نظر نمیگیریم. حضرت موسی الله مهربان گفت موسی کسی را بیاو که از تو پس باشد. حالا تواضع پیغمبرا رو ببینیم. چنین تواضع نباشه برادر عزیز، ما و شما بالا نمیریم پیش خدا، مقام بالا نمیشوند. حضرت موسی کاف اینو میدید اونو میدید، هر کسی را نظر میکرد، کسی را چیزی را از خودش پس نمیافت. یک جا یک سگ دید، یک سگ گفت همین سگ شاید از من پس باشد. سگ صدا برآورد موسی چرا من از خودت پس میکنی؟ ترام خدا خلق کرده است، منم خدا خلق کردگی است. چرا من نظری پس میگیری؟ حضرت موسی گریان شد خدایا گفت من از خودم پس کسی رو نمیام. چنین تواضع بود برادر عزیز. جایی میشه ما کسی رو به نظر نمیگیریم که ولی خدا همون است، اهل دعا همون است، اهل نفس همون است. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أكان ممن استثنى الله. رواه البخاري. با عرض سلام و ادب خدمت دوستان و سروران عزیز و گرامی، آیه و حدیث را که خدمتتون عرض کردم در رابطه به این میخوام مطلب را بیان کنم. لذا از الله متعال مسئلت دارم آنچه که مایه رضایت الله سبحانه و تعالی هست به زبان این بنده حقیر جاری بفرماید و بگوینده و شنوندگان توفیق عمل عنایت بفرماید. سروران عزتمند، چگونه که ما و شما در این نوار شاهد گفته های این شخص بودیم، این شخص داشت نسبت به موسی کلیم الله توهین و اهانت و تحقیر میکرد و داشت نقل میکرد و میگفت که زمانهای موسی علیه السلام بود الله موسی را امر کرد که موسی از خودت پستر کسی را پیدا بکن و موسی هرچی گشت کسی را از خودش، بعدا میفرماید چیزی را از خودش پستر پیدا کرده نتوانست. برادران عزتمند، یعنی چیز عام است، تمامی مخلوقات را شامل می شود، چه مخلوقات جاندار باشند، چه مخلوقات بیجان باشند، چه مخلوقات حیوان باشند و هر چیزی که باشند. یعنی میفرماید که موسی علیه السلام نه انسان از خودش پستر پیدا کرده توانست، نه حیوان و نه سنگ و نه چوب، هیچ چیزی میگوید از خودش پستر پیدا کرده نتوانست. بعدا میگوید سگ را دید و گفت اون هم با احتمال، و تأکید میکند با احتمال، یعنی گفت شاید از این سگ بالاتر باشند، برتر باشند. بعدا با تمام جسارت و با تمام حماقت و با تمام تهمت و افترا میگوید که اون سگ گفت ای موسی تو را هم الله خلق کرده است و مرا هم الله خلق کرده است. اما برادران عزتمند، وقتی که ما میبینیم سخنهای این شخص خلاف فرموده الله هستند، الله متعال در سوره اعراف آیه 144 میفرماید ای موسی إن اصطفيتك على الناس. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ای موسی من تو را برگزیدم، من تو را اختیار کردم بر مردم، بر انسانها، بر رسالتم و به کلامم، به سخن گفتنم. پس بگی آنچه که برای تو میدهم از امر و نهی، یعنی از حلال و حرام، از تشریع و کن من الشاکرین و از زمره شکرگزاران باش. الله میفرماید در این سوره ای موسی تو را بر مردم، بر انسانها برگزیدم، تو را بر انسانها اختیار کردم با رسالتم که موسی علیه السلام رسول بودند و به کلامی که الله متعال با موسی علیه السلام سخن گفتند بدون هیچ گونه واسطه. اما این شخص میگوید که به دروغ و تهمت و افترا به الله میبندد، میگوید که الله گفت کسی و چیزی از خودت پستر پیدا بکن و موسی از خود پستر پیدا کرده نتوانست. و در ادامه این شخص میفرماید میگوید که سگ گفت مرا هم الله خلق کرده است و تو را هم الله خلق کرده است. میگوید موسی گریه کرد گفت ای الله من از خودم کسی را پستر پیدا کرده نمیتوانم. و ببینیم سروران عزیز، این میگوید که سگ گفت مرا هم الله خلق کرده است. پس به زعم این تمام
تمام اون چیزا که الله خلق کرده است از موسی برتری دارند. خوک را هم الله خلق کرده است، خر را هم الله خلق کرده است، گاو را هم الله خلق کرده است، همه چیز را الله خلق کرده است. پس آیا همه اونها از موسی برتر هستند؟ در حالی که الله متعال میفرماید ان اصطفیتک علی الناس، موسی را بر مردم اختیار کردم. از میان مردم الله متعال موسی را رسول اختیار کرد و بدون هیچ گونه واسطه با اون سخن گفت. الله متعال در آیه 165 سوره نساء میفرماید و کلم الله موسی تکلیما، یعنی الله با موسی سخن گفت. الله متعال میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، الله متعال میفرماید ما بنی آدم فرزند آدم را کرامت دادیم. از میان فرزند آدم الله متعال میفرماید ای موسی ما تو را بر انسان ها اختیار کردیم، بر مردم اختیار کردیم، بر مردم برگزیدیم با رسالتمون و با کلام گفتنمون. کجا گفته است که سگ را علیاذ بالله برتری داده است؟ وقتی که الله میفرماید که ما بنی آدم را برتری داد، ما بنی آدم را کرامت دادیم و این شخص باشد موسی کلیم الرحمن را از سگ پستر معرفی میکند. ببینیم که چگونه کذب و افترا را نسبت به الله میبندد. الله متعال میفرماید در سوره زمر فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوى للكافرین. و چی کسی فمن اظلم، پس چی کسی میگه ظالم تر است از اون کسی که به الله دروغ را میبندد؟ بر دروغ این میگوید که الله گفت که موسی کسی یا چیزی را از خودت پیدا بکن. و کذب بالصدق اذ جاءه، و صدق را بعد از اینکه صدق برای اون حقیقت برای اون میاد تکذیب میکند، دروغ میشمارد. حقیقت این است که الله میفرماید ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. حقیقت این است که الله میفرماید که موسی را بر مردم برگزیدیم، اختیار کردیم با رسالتمون و با سخن گفتنمون با تو ای موسی. این میگوید که نه، موسی از سگ هم پستر بود علیاذ بالله. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، الله متعال میفرماید آیا جهنم جایگاه کافرین است؟ سوره زمر آیه 32. و این شخص این قصه را دارد از کتاب شیعه دارد نقل میکند برای مردم. این کتاب از به نام قلب سلیم که این کتاب سزاوار این بود که اسمش میذاشتن قلب مریض، از عبدالحسن است. این شخص در شهر شیراز ایران سال 1913 میلادی تولد شده، سال 1981 وفات کرده است. و این کتاب از دو جزء عبارت است. جزء اول در رابطه با عقیده پلید و خبیث شیعه صحبت میکند و جزء دوم رابطه با اخلاق صحبت میکند. و این شخص دارد این قصه یهودی، این قصه ساخته و بافته یهودی و شیعه های زندیق را از این کتاب قصه میکند و نسبت به موسی علیه السلام توهین و تحقیر میکند و موسی علیه السلام را از سگ هم دیده پستر معرفی میکند برای انسانها. در این قصه مخالف قرآن است و حتی مخالف حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم است که حدیث را که در اول براتون عرض کردم سروران عزیز، ابو هریره روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تخیرونی علی موسی، من محمد صلی الله علیه و سلم را گفتند بر موسی ترجیح ندهید، از موسی برتر نشمارید. البته این به صورت خاص است، به صورت عام درست است که انسان بگوید که افضل الانبیاء محمد صلی الله علیه و سلم بود. ببینیم سروران عزتمند، این افراد امروز در جامعه ما پیدا شدند و انسانها را به سوی عقیده شیعه فرا میخوانند. این افراد دارن نسبت به موسی تهمت و بهتان و افترا میبندند که الله متعال موسی علیه السلام را از این تهمت ها و از این بهتان و افتراءات پاک گردانیده بود. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. سوره احزاب آیه 69 الله میفرماید ای مؤمنین مثل کسانی نباشید که موسی را اذیت کردند و آزار دادند، موسی را تهمت میکردند، موسی را میگفتند که گویا در بدنش در پوستش عیبی داشته باشد. فبرأه الله مما قالوا، پس الله متعال موسی را پاک گردانید از آنچه که در شأن موسی میگفتند. و کان عند الله وجیها، که موسی نزد الله قدر و منزلت و وجاهت خاص و رفیع داشت. الله متعال میگوید که موسی نزد الله قدر و منزلت و جایگاه بلند و رفیع خاصی داشت. این شخص میگوید که نه، علیاذ بالله موسی از سگ هم دیده پستر بود.
و ببینیم سروران عزتمند از میان انسان ها افضل انسان ها، بهترین انسان ها انبیا علیهم السلام هستند. باز این انبیا بین خودشون درجه دارند، همچنانی که الله متعال میفرماید تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. این پیامبرانی هستند که بعضی آنها را بر بعضشون ما فضیلت و برتری دادیم. منهم من کلم الله، از میان آنها کسی است که الله با آن سخن گفت که اون موسی علیه السلام می باشد. ورفع بعضهم درجات، و درجه بعضی از آنها را بلند برداشت. سوره بقره آیه 253. الله متعال باز می فرماید در سوره اسراء آیه 55 ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، و تحقیق ما فضیلت دادیم بعضی پیامبران را بر بعضیشان، یعنی پیامبران درجه دارند. الله متعال بدون هیچ گونه واسطه با موسی سخن گفته است و کلم الله موسی تکلیما. انک انت الاعلى، میفرماید الله متعال انک انت الاعلى در سوره طه آیه 68. تو چیره و غالب هستی موسی. قصه موسی بزرگترین قصه قرآنی است که زیاده از 10 مراتبه در قرآن ذکر شده است. در سوره اعراف آیه 153 تا 157، سوره یونس آیه 75 تا 93، سوره هود آیه 96 تا 101، سوره طه آیه 9 تا 99، سوره المؤمنون آیه 45 تا 49، سوره شعراء آیه 10 تا 68، سوره نمل آیه 7 تا 14، سوره قصص آیه 3 تا 44، سوره غافر آیه 23 تا 54، سوره زخرف آیه 46 تا 56. الله متعال در این مواضع قصه های موسی علیه السلام را بیان کرده است. الله متعال همچنان که فرمود در تمام این مواضع الله متعال قصه موسی علیه السلام را بیان کرده است. در هیچ جا این سخنی که این میگوید، این سخن البته ساخته و بافته یهود و نصارا و شیعه های زندیق هست که اصل اونها یهود است و مؤسس این دین شیعه عبدالله ابن سبی یهودی بودند. البته این قصه اونها است که خلاف قرآن است و هر انسان به این قصه باور داشته باشد و هر انسان این قصه که این شخص داشت نقل میکرد، این قصه که این شخص داشت انسان ها را تشویق میکرد و توجه انسان ها را به خود جلب میکرد، باور داشته باشد سروران عزتمند اون قرآن را تکذیب کرده است، کافر به الله و رسولش و کافر به موسی علیه السلام هست. در کدام یک جا از این آیات سوره ها و آیات ها این سخن وجود دارد؟ در هیچ یکی از این سوره ها و آیات ها این قصه وجود ندارد. اسم موسی در قرآن زیاده از 136 مراتب ذکر شده است که از هیچ پیامبر اسمش اینقدر ذکر نشده است. اسم موسی از همه پیامبران زیادتر ذکر شده است و حکایت موسی زیاده از 23 مراتب در 23 موضع قرآن ذکر شده است. سوره بقره آیه 51 تا 57، سوره نساء 53 54، سوره مائده 20 22، سوره ابراهیم 151 آیه 151 154، سوره کهف آیه 60 73 تا 73، سوره نازعات آیه 50 آیه 15 تا 26، سوره عنکبوت آیه 39، سوره دخان، سوره زاریات آیه 39، سوره اسراء آیه 151 52، سوره دخان آیه 17 تا 23، سوره بروج آیه 17 تا آیه 17 18، سوره انفال آیه 52 54 تا 54، سوره آل عمران آیه 11، سوره حج آیه 44، سوره قمر آیه 42، سوره الحاقه آیه 19، سوره مزمل آیه 15 16، سوره انفال آیه 154، سوره صافات آیه 114 تا 122، سوره سجده آیه 23 تا 25، سوره فصلت آیه 45، سوره احزاب 69، سوره صف هم آیه 5. هیچ یکی از این مواضع که ذکر کردیم این قصه که میگوید وجود ندارد، بلکه این قصه باطل سروران عزتمند، در حالی که الله متعال میفرماید یا ایها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مؤمنین مثل کسانی نباشد که موسی علیه السلام را اذیت کردند، پس آزار دادند، پس الله متعال موسی را از اون تهمت و بهتان و افتراعاتی که مثل این شخص داشت به موسی تهمت میزد که موسی گفت که من از سگ پستر هستم، الله متعال موسی را از این تهمت ها در زمان خودش پاک گردانید و این را برای ما خبر داد در قرآن که این
باید تا قیام قیامت تلاوت میشد و مؤمنین را هیچ کس گل زده و فریب کرده نمیتواند. اگر این شخص از سبب ملاقات موسی با خضر با خبر می بود که این قصه قرآنی است، در سوره کهف الله این ذکر می کند، هیچگاه این تهمت و بهتان را به موسی علیه السلام نمیزد و روا نمیدید. روزه موسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل داشت خطبه میکرد، از اون سوال کرده شد داناترین انسان ها کیست؟ موسی علیه السلام گفت انا اعلم الناس، من داناترین انسان ها هستم. آنجا بود که الله گفت ای موسی ما بندگان داریم که علمی که اون دارد تو نداری، علمی که تو داری اون ندارد. موسی از الله خواست که اون بنده را براش معرفی بکند و مکان اون را بگوید تا برود از این کسب علم بکند. الله متعال فرمود که اون خضر است در مجمع البحرین، مکانی که دو بحر با هم جمع میشند اونجا هست، از اونجا میتوانی پیدا بکنی. و موسی رفت از اون سفر کرد تا نزد خضر رفت، اونجا با خضر ملاقات کرد. یعنی اینو گفتنی هستم که موسی گفت انا اعلم الناس، من داناترین مردم هستم، نگفت که من پسترین انسان ها هستم و از خودم چیزی را پس پیدا کردن نمیتونم. برادران عزتمند این عقیده شیعه هست. عقیده شیعه همون عقیده یهود است که عقیده یهود نسبت به انبیا تحقیر و اهانت است. همه باید سروران عزتمند هوشیار باشیم و آگاه باشیم از این سخنانی که امروز در میان مردم منتشر میشن، زود باور نباشیم. مسئله اعتقاد است. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تخیرونی، در لفظ دیگر میفرماید لا تفضلونی علی موسی. من محمد صلی الله علیه و سلم را به صورت خاص به موسی علیه السلام تفضیل یعنی برتر نشمارید و از اون ترجیح ندهید، چون که این عیب اعتقادی است. یعنی این خطا و غلط اعتقادی است. خطا و غلط اعتقادی سروران عزتمند کفر است و هر انسانی به این گونه قصه های باطل و ساخته و بافته اگر اعتقاد و باور داشته باشد اون کافر به قرآن است، کافر به گفته الله و رسولش هست. سروران عزتمند در تمام امور باید ما به قرآن و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم. در حالی که الله متعال بزرگترین قصه موسی علیه السلام را در قرآن ذکر کرده است، ما نیازی نداریم به قصه های یعنی از کتب شیعه رفته مراجعه بکنیم و اون رجوع بکنیم. باید سروران عزتمند در تمام امورمون به قرآن و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم رجوع بکنیم. و باید گفت که سروران عزتمند ضرر این افراد، این کسانی که با لباس سفید دراز با ریش و تاقی هم یعنی کلاه و تاقی هم سرش هست و بلنگو هم دستش هست، داخل مسجد هم هست، دارد انسانها را به سوی فساد اعتقادی فرا میخواند. همگی 1 دقیقه و 2 ثانیه صحبت میکند، چقدر فساد اعتقادی را دارد نشر میکند. و باید گفت که ضرر اینها از ضرر یهود و نصارا، از ضرر ملحدین دیدن نسبت به اعتقاد مسلمانان سروران عزیز 10 مراتب زیادتر است. اگه یک ملحد، یک یهود و یک شیعه می اومد این قصه را می گفت، شاید 10 انسان آنجا بلند می شد و این شخص را رد می کرد. اما این انسان در صورت تظاهر با علم و علما کرده خودش اینجا آمده است انسان ها را یعنی از داخل ضربه به عقیده انسان ها می زند. اگر امروز در ایران، در اروپا قرآن را آتش می زنند، اگر در اروپا پیامبر صلی الله علیه و سلم را دشنام می دهند، به عقیده مسلمانان روی عقیده مسلمانان هیچ تأثیر نمی‌گذارند. اما این شخص روی عقیده اکثریت مردم عوام که اونها مخلص هستند چگونه تأثیر بد می‌ذارد و اونها را دارد به سوی دین شیعه فرا می‌خواند، به سوی عقیده یهود فرا می‌خواند. از الله متعال مسئلت دارم که همه ما را به پیروی از قرآن و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم توفیق عمل عنایت بفرماید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.